شرکت لیزینگ دی. شرکت لیزینگ دی وابسته به بانک دی به منظور اعطای تسهیلات و تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به روش اجاره اعتباری لیزینگ با استفاده از عقود اسلامی به ویژه عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در اردیبهشت ماه سال 1390 تأسیس شد. شرکت لیزینگ دی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف نقش‌آفرینی در گسترش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی جامعه، خصوصاً بخش‌های زیربنایی و مولد کشور در زمینه‌های زیر تسهیلات اعطا می‌نماید: صنعت حمل و نقل، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع مختلف تولیدی، بخش بازرگانی، بخش کشاورزی و دامپروری، بخش پیمانکاری و تجهیزات و ماشینالات مربوطه، ساختمانی، راهسازی، عمرانی و معادن، بخش پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی، بخش املاک و مستغلات، بخش خدمات. شرکت لیزینگ دی در راستای اهداف عالیه خود و انجام فعالیت‌های کارآمد و مؤثر در نظام اقتصادی کشور در این بخش‌ها برآمده است تا با آشنا نمودن مردم با مطلوبیت‌های صنعت لیزینگ